و آخرینش هر از گاهی واقعا بمیر، ذهنی، خیالی. بشین توی تاریکی و تصور کن که فقط 1 سال وقت داری. دوباره نگاه کن به زندگی و ببین چی ارزششو داره. اون حس فوریت، اون مقدس واقعا. چون یادآوریه که زمان دشمن همیشگی ما، اینو همیشه بدونید. و دیسیپلین یه رفتار نیست، یه هویت جدیده واقعا. تو دیگه خودت نیستی، تو نسخه‌ای هستی که قرار از درد به اضافه نظم ساخته بشه. و یادت باشه آدمای معمولی دنبال حس خوبن، ولی قهرمانا واقعا دنبال تسلط روی خودشونن.